پشتی سروکی حکومتا هریما کردستان سردانا زاخو کریو کومکا پروژان هاتن راگهاندن جوان پروژان کو چندین سال خلق باتیفا چاواره پروژه آوا و خارنه بو هر وکی ولاتیم باتیفا لدور پروژه آوا و خارنه دی بیجن سپاسیا حکومت هریما کردستان کیم کو اف پروژه مچوی کری بری نکه افکیم بی خلک گازندت کردن گله گازندت سر هبین بری نکه ده چهار سری آب ات کردن سپاس سر که حکومت هریما کردستان کری کو گاز یاماتی دست کاربون حکومت هریما کردستان کو چندین پروژه هاتن جبهه کردن سراسری هریما کردستان کو یک شما پروژه آوا باتیفا بی کو باتیفا پراستیجش میجوره یعنی گازندش کیمیا آوید کردن جی کو خلکه که آری شلگل آوه هبی کو ابرو که جبهه کردن پروژه آوا باتیفا کو ابرو که کار سرتیت کردن جی پراستی دی آریشا چندین گندن دورو بر بلکی باتیفا جدی آریشانی آوه دا چهار سر کردن دنوکه دا کار لسر پروژه‌ای بردامه لدور چوانی دروست کرنا پروژه آوه و گرنگی آوه بوده وره روبر ناحیه باتیفا دی بیجید سبارت پروژه آب سرکی دور باتیفا کو اوه استریبار خابیرش گنده گفت بود دور باتیفا پراسی جواب پروژه که هر گرین بی کو اوه بومای که درجه خلق باتیفا گلو گازداون اشنبونا آوه هبی سپاس به حکومت هریما کردستان کو پشتی اف پروژه هاتی چسباندن جلای سروکی حکومت هریما کردستان و اوج سربوجا حکومت بگوش می زیادتری 5 میلیارد دینار عراقی سربوجه حکومت هریما کردستان که اف پروژه جدید تجربه جکنش لای هر دو کمپانیت مان گروپ و لوند و موی اوی پروژه سالا کو سیمهن اب آنها خود دید اوی موید اف پروژه دید تمام کردن و قیران خلک اشنبون آب دی چهار سر بد اف کشو و گرفته شده دو ماهی کن به دروست کرنا پروژه آوه جدا خازین سرکین خلک باتیفا یو دخوازن بزودترین دم بکویتت خدمت خلکی دا و جاری شا آوه روزگار ببن. نزار مجید، خانی نیوز.